افغانان عزیز سلام علیکم. پرزنتیشن ما درباره دموکراسی در افغانستان است که این پروژه ما است که فعلا پیش میبریم. شعار ما این است که حق رایگی برای همه افغانها داده شود. در قدم اول من ما را به شما معرفی میکنم که ما کی هستیم. بعد از آن میخواهم بسیار کوتاه و مشخص یک چند موضوع را که پسان به پروژه متعلق دارد برای شما روشن بسازم. بعد از آن پروژه‌ای که ما میخواهیم انجام دهیم برای شما توضیح میکنم که ما چی میخواهیم انجام دهیم و در قدم آخر امیدی که ما از خود و شما داریم اگر پروژه ما کامیاب شد و شما اظهار مینماییم. ما کی هستیم؟ ما یک گروپ مسئولین افغان به نام افغان پیس میکر هستیم که دل ما به وطن میسوزد و میخواهیم کمکی که از دست ما میشود و وطن خود انجام دهیم. تقریبا 7 ماه میشود که روی به کار هستیم. پروژه فعلا ما پروژه نو ما است به نام افغان دموکراسی است که این پرزنتیشن هم در این باره است. پیش از این که من پروژه ما را به شما تعریف کنم یک چند موضوعی هستند که ما باید بدانیم. مطابق به قانون اساسی افغانستان یک جمهوریت اسلامی است. این یعنی به این معنا که بنیاد سیاست افغانستان و انتخابات گذاشته شده و این مسئله در قانون اساسی از خود ماده دارد. ماده 33 قانون اساسی میگوید که اتباع افغانستان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را دارند و حق رایدهی را هر آن کسی دارد که این شرایط را پوره کنند. اول به سن 18 سالگی رسیده باشند، دوم دارنده طبیعت افغانی باشند، سوم حق سیاسی و اجتماعیشان را از دست نداده باشند و چهارم اسمشان در راجستر انتخابات ثبت باشد. شما اگر اینجا متوجه شوین بیشتر از افغانای ما این شرایط را با آسانی پوره میکنند، اما باز هم از رایدهی محروم می باشند، بالخصوص افغانانی که در خارج از کشور زندگی میکنند. این یک بی‌عدالتی و کار غیر قانونی است که از دست حکومت ما سر میزند. سوال اینجا پیدا می شود که چی باید کرد؟ پروژه ما کوشش حل کردن امین مشکل است که این بی‌قانونی و ناانصافی خاتمه یابد. ما چی را میخواهیم انجام دهیم؟ ما در قدم اول کوشش میکنیم از طریق اینترنت، تلویزیون و کنفرانس هایی که درباره افغانستان صورت میگیرند با مردم خود صحبت کنیم و آنها را از حق قانون و حق قانونیشان و آنها را از قانون و حق قانونیشان آگاه بسازیم. ما میخواهیم که حق رایدهی که حق قانونی مردم است به همه افغانها میسر شود، بالخصوص به افغانهایی که در خارج از کشور زندگی میکنند. ما در کوشش هستیم که 50,000 افغان را با خود متحد بسازیم توسط کلیک در سایت فیسبوک یا در سایت افغان پیس میکر که ما جور کردیم. اینجا از همه شما خواهش است که شما با ما استاد شوید و به سایت ما کلیک کنید تا همه یک دست و یک آواز شویم و همبستگی خود را به حکومت افغانستان و جهان نمایان سازیم. از شما همچون خواهش است که فامیل و دوستان را هم با خبر سازید تا قطره قطره دریا شویم. بعد از 50,000 کلیک
که جمهوری شدند ما با کمیسیون انتخابات تماس میگیریم که عقیده ما را به حقیقت مبدل سازیم. امید ما از کامیابی ما در آینده چی است؟ اگر پروژه ما کامیاب شد و کامیاب شدن صرف و صرف به کوشش همه ما امکان دارد، پس ما به این عقیده هستیم که این کامیابی مردم ما را به خود متکی می‌سازند و افغانان ما ثبوت می شود که تغییر آوردن سیاست افغانستان به دست خودشان است و متکی بودن به خود سبب پیدا کردن انرژی می شود که مردم ما بتوانند مسئولیت آینده وطن را به دوش بگیرند. اگر ما کامیاب شویم مردم ما از قانون شایسته ما باخبر می شوند و احترام و اعتمادی که فعلا در بین مردم ما به قانون اساسی افغانستان وجود ندارد امیدوارم پس به وجود بیاید. ما اگر کامیاب شویم امید داریم که مردم عزیز ما از فکرهای بیجا که سرنوشت خود را به دست خارجی ها و یا غربی ها می بینند دست بردارند و از این گپ آگاه شوند که درد و دوای افغانستان بغیر از خود افغان دیگر کسی نیست. خارج ها می توانند صرف به ما کمک شوند لیکن راه حل صرف و صرف ما هستیم. خدا مهربان است که یک وحدت ملی بدون تعصب قومی، زبانی و مذهبی به وجود بیاید و این آرزو تپش قلب ما جوانان است. تشکر از توجه شما.